پارلمان قرغیزستان روزی 6 فوریه قانونی را قبول کرد که در آن استفاده از نسب‌های قرغیزی ترغیب می شود. در بیشکک اسم روسی 4 ناحیه به نام‌های قرغیزی تبدیل می شوند. از جمله رئیس پارلمان هم در نام خود از پسوندهای روسی دست کشید. به قول مؤلفان قانون، هدف وسیع کردن انتخاب از نسب‌های قرغیزی با تکیه بر رسم و آیین و فرهنگ قرغیزی است. طور معلوم در تاجیکستان این کار را بر وقت کردند، ولی چرا حالا در قرغیزستان؟ همکارم طاهری سفر درباره این موضوع بیشتر آموخت و پیش از برنامه از او پرسیدم سبب قبول این قانون چی بوده میتوانست. بله، شعلا علیشیر الهاموف کارشناس مقیم لندن میگوید احیای میل بازگشت به برنامه‌های اصلی در آسیای مرکزی در سالهای اخیر به سبب تجاوز روسیه به خاک اوکراین است. غزیزه اوزاق، خبرنگار قزاق که او هم پسوند آور را از نسبش برداشته است، گفت که این حرکت بیانگر اشتیاق عمیق قزاق‌ها برای برقراری هویت ملیشان است که سالهای دراز تحت فشار زیاد بود. بازگشت به استفاده از نسب‌های ملی و دست کشیدن از پسوندهای روسی بعد سقوط اتحادیه شوروی سابق در سال 1991 در قرغیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و پیش از همه در تاجیکستان رایج شد. اما با گذشت مدت این مود به قول فرو نشست، چون فقر و بیکاری گسترده در منطقه میلیون ها نفر را در کشورهای آسیای مرکزی مجبور کرد برای جستجوی کار به روسیه بروند. حالا وضع دیگر می شود و به قول چندی از کارشناسان، طوری که گفتم، دست کشیدن از پسوندهای روسی در نسب به تجاوز وسیع مقیاس روسیه به اوکراین در سال 2022 ربط دارد، چون مردم زیادی در آسیای مرکزی مخالف آن بودند و هستند. اما در قانون نوی قرغیزستان به جای پسوندهای آو و آوا و ایو، پسوندهای نوی ملی برای نام و نسب پیشنهاد شدند، مثل تیگی، دین یا دین که پسوندها برای نام و نسب‌های مردان و زنان هستند. این زمان بر اساس قانون در قرغیزستان مردم در انتخاب نام و نسب آزادند و می توانند همچنان نسب با پسوندهای روسی را انتخاب کنند. سوال بعدی درباره این تمایل در کشورهای دیگر منطقه بود که وضع در آنها چگونه است. ازبکستان و قزاقستان در میانه سالهای 90 با قبول قانون به شهروندان خود اجازه دادند به فرزندانشان مطابق به فرهنگ و رسم و آیین‌های ملی نام بگذارند. اگرچه بسیاری از مردم در ازبکستان همچنان به استفاده پسوند روسی برتری می‌دادند، در قزاقستان تغییر نام محبوبیت پیدا کرد و بخصوص در بین زیایان و نسل نو. ترکمنستان پوشیده برای اکثریت تاکنون استفاده پسوندهای روسی را در نسب نگه داشته است. عین زمان تلاش‌ها در آسیای مرکزی برای تغییر نام شهر و روستاها، کوچه و مکتب‌ها هم ادامه دارد. قزاقستان برنامه تغییر نام‌های کهنه شده ایدئولوژی برای سال‌های 2022-2025 را قبول کرده است. این گونه حرکت‌ها به روسیه که در منطقه نفوذ زیادی دارد خوش نمی‌آید. بنابر مهاجرت زیاد به روسیه حالا تمایل دیگر هم هست. مثلا اگر سال 2024 در قرغیزستان 323 نفر پسوندهای روسی را از نام‌های خود برداشته و صرف قرغیزی کردند، ولی آنهایی که از نسب‌های ملی خود دست کشیدند و پسوندهای روسی را به آن برگرداندند زیادتر است و 3000 نفر هم گذشته است. تشکر. همکارم طاهری سفر بود که درباره قبول قانون نو در قرغیزستان صحبت کرد.